یه کاری هست تو زندگی هممون که همینجوری اصلا الکی رو مخته که چرا من اینا رو انجام نمیدم و اینا. یه سریاش بلند مدته، یعنی مثلا یه سریاش واقعا کار سختیه، یه سریاش مثلا زمان بره ولی حالا اون قدم سخت نیست، یه سریاش اصلا کار 10 دقیقه است مثلا تو انجامش نمیدی و اینا. من خودم به شخص خیلی گرفتار این موضوع میشم. خیلی جا مثلا ترمزمو ممکنه بکشه. همین این چنل یوتیوب برای من خیلی موضوعیه که مدت هاست باز مونده و من اصلا اینجوریم که چرا واقعا. نکتهش اینه که مثلا نمیدونم، حالا الان تو خودم دارم فکر میکنم، میگم من دوست دارم چنل یوتیوب داشته باشم، دلیلم دارم و واقعیتش رو خیلی حالا دلیل فاینانشیالی براش ندارم قاعدتا، یعنی تو این استیت و با این چیزی که دارید میبینید قطعا دلیل فاینانشیالی نیستش، ولی من دوست دارم اصلا بیام صحبت بکنم، دوست دارم محتوا تولید بکنم. دلیلش هم اینه که من ورودی محتوام خیلی زیاده، یعنی خیلی محتوا مصرف میکنم، بعد محتوا خوبم مصرف میکنم، یعنی مثلا حالا قطعا اینستاگرام و توییتر و اینا منو میرم و خیلی هم محتوای باحالی اونجا میبینم، ولی خیلی هم در طول روز چیزای درست حسابی میخونم یا میبینم حتی. به همین ترتیب هم دوست دارم خروجی محتوام هم زیاد بشه دیگه، و فکر میکنم این یکی از دلایلیه که من خیلی کانورسیشن داشتن با آدم ها رو دوست دارم بشینیم با هم دیگه گپ بزنیم و این خیلی مثلا برای من لذت بخشه. یعنی مثلا دوست دارم یه جمعی دور هم، یک نفر دو نفر هر چقدر که هست بشینیم و صحبت بکنیم، دیپ تاک بکنیم حتی یه وقته. این خیلی برای من جذابه، جزو اوقاتیه که میگم آقا که من خیلی بهم خوش گذشت و اینا. بعد ولی هیچ کاری باش نمی‌کنم دیگه، یعنی نه مثلا نه تو اینستاگرام کاری میکنم نه تو یوتیوب کار میکنم و اینا. واقعیتش هم اینه که میتونم هم کار بکنم، یعنی مثلا همون اینستاگرام آلردی مثلا من تواناییشو دارم که بکشمش بالا پیج خودم، و یا مثلا همین یوتیوب اگه بخوام مثلا چه میدونم یک محتوای خیلی خوبی تولید بکنم میتونم این کارو بکنم. منظورم از محتوای خوب حالا هم محتواشه، هم خب من واقعا قابلیت اینو دارم که مثلا تصویر خوب بگیرم. هم سوادشو دارم هم تجهیزاتشو دارم و اینا، ولی نمیدونم دلیل. یعنی یه سری چیز دارم اون تو ذهنم، یه سری دلیل دارم تو ذهنم. یکیش به نظرم اینه که یکیش قطعا ایدئالگراییه. خب یعنی من هی به این فکر میکنم که اوکی مثلا الان خب برم اینو با اون بگیرم، اونو اینجوری بچینم و اینا، و این از من زمان میگیره و این زمانه باعث میشه که تو هی به تعویق بندازیش، یا مثلا هی کانتنت نمیذاری بعد مثلا اینجوری میشی که اصلا نمیدونم چی بسازم اصلا. و مثلا یه آدمی مثل من خیلی تو حوزه های مختلف پریدم و اینا، یعنی مثلا رسما من تو هر حوزه‌ای تو بگی میتونم بشینم باهات حرف بزنم. حالا یه بخشیش مثلا تجربی ممکنه حرف بزنم، بگم آره من اینو کار کردم و میتونم مثلا در موردش حرف بزنم، سوادشو دارم، حالا چه کم چه زیاد بستگی داره. ولی یه وقتایی هم هستش که اصلا من سواد کافی تو اون حوزه رو ندارم، ولی حالا مثلا یه منتال مدلیه، یه چیز خیلی کلی تو ذهنم دارم و این مدل جواب میده انگار روی هر چیزی. خودم هم نمیدونم دقیقاً چیه، تا حالا بهش فکر نکردم، ولی راحت میتونم راجع به هر موضوعی صحبت بکنم، کانورسیشن داشته باشم با آدم ها، نظر بدم، حتی یه وقتی نظر درست یه وقتی بدم. حالا من میگم که این نظره ممکنه اشتباه باشه، ممکنه هم از درست باشه، علیرغم اینکه مثلا تو اون حوزه ممکنه هیچ مطالعه‌ای نداشته باشم از قبلش. واسه همین این هی کارو سخت میکنه دیگه، هی به تعویق میندازیش، هی ایدئالگرایی به خرج میدی و اینا. و مثلا ممکنه خروجی محتوا رو ببینی اینجوری باشه که این چیه، مثلا اینجاش چرا اونجوری کردی، اونجاش چرا اینجوری کردی و فلان اینا. یه دلیلش اینه به نظرم. من چند روز پیش
پیروز یکی از دوستان یه ویدیویی گرفتم همینجوری به عنوان ویدیو اول یوتیوب بذارم، بهونه یه بهونه‌ای پیدا کردم همونو ویدیو کردم به عنوان اولین ویدیوم بذارم. بعد یکی از دوستان برگشت گفت که خب تو چرا مثلا اینو اینجوری گرفتی؟ تو که مثلا میتونی تصویر خوب بگیری چرا نمیگیری؟ مثلا تصویرت اخه اوخه و اینا. درستم میگه ها، ولی من الان دارم فکر میکنم میبینم آقا من هرچی پای اون بذارم باعث میشه که نتونم واقعیتشو بخوای اون کارا رو انجام بدم. تجربه نشون داده هرچی به این فکر میکنم که خب من میتونم پس برم انجام بدم انجام نمیدم. بعد یه دلیل دیگه هم در واقع دلیل دومش اینه که اصلا مثلا حالا مخصوصا این موضوع توی یوتیوب خیلی کمتره، خیلی تو اینستاگرام بولده. فضای مطلوبی نیست. یعنی من هیچ وقت دوست ندارم مثلا تو زندگیم یک بلاگر باشم، یک اینفلوئنسر باشم و اینا. این جزو گول‌های من نیست، اصلا برام جذاب نیست راستشو بخوای. دلیلم زیاد براش دارم، کیس استادی هم خیلی زیاد دیدم. یعنی من دوستانی که حالا اینفلوئنسر هم بلاگر هم بیزنسشون رو اینستاگرام هر چیزی کلا با اینستاگرام در واقع دارن رزق و روزیشون رو در میارن، اومدم حرف بزنم ریدم. از این دوستان هم زیاد دارم و دارم میبینم زندگیاشونو. خیلی هم زندگی خوبی دارن و نمیگم زندگیشون بده. خیلی هاشون از من خیلی بیشتر پول در میارن، خیلی هاشون زندگیشون خیلی مفرح تر از منه. ولی یه سری به کل هر کاری پروز اند کانز دیگه. من به نظرم اون عیبایی که مثلا اینفلوئنسر بودن و آدم تو چش بودن و اینا داره برای من کار نمیکنه. یعنی برای من تمام اون جذابیت ها رو میکشه و من اصلا دوست ندارم مثلا آدمی باشم که مجبور باشم زندگیم رو با سوشال مدیا پیش ببرم، خیلی بهش توجه بکنم، ترندا رو بعد مثلا دقت بکنم. این چیزی نیستش که من تو زندگیم بخوام. به نظرم روی سلامت روان من دارم راجع خودم صرفا صحبت میکنم، نمیدونم بر بقیه چجوری، ولی به نظرم رو سلامت روان خود من خیلی تأثیر زیادی میذاره. یا مثلا چه میدونم یه نفر میاد حالا یه کامنتی یه دایرکتی مسیجی چیزی میده، اصلا کثافت میزنه به حالت. هر چقدر تو خب من مثلا خب خیلی کامنت گرفتم تو زندگیم خیلی زیاد، هر چقدر تو بگی آقا دیگه من زیاد دیدم و اینا، مطمئن باش مثلا یه همین یکی با یک در یک اصلا شاید طرف حرف خاصی هم نزنه ها، شاید یه هیتی بهت بده، شاید یه فوشی بهت بده که هر روز داری میبینی و اصلا برات مهم نیست. ولی مثلا ممکنه یک ساعتی، یک روزی، یک لحظه‌ای در یک شرایط نامناسبی باشی و بری اونو بخونی و حالت بد بشه، خیلی حالت بد بشه. کانتکست خیلی مهمتر از کانتنته. راجع به این خیلی بعداً حرف میزنم حتما. کلا یکی از چیزایی که تو زندگی من خیلی بولده اینه که کانتکست خیلی میچربه به کانتنت. بای د وی حالا تصمیم گفتم بذارم اینجوری اینو رکورد بکنم و اینا، بذارمش. اینو احتمالاً اصلا تدوینم نکنم، اول آخرشو بزنم و بذارم یوتیوب ببینم چی میشه، بازخوردش چیه، ببینم چی میشه که میخوام ادامهش بدم. یعنی احتمالاً به بازخوردش خیلی دقت نکنم، ولی قطعا خوشحال میشم اگه بازخوردش خوب باشه. بعد یه چیزی هم که الان داره این اثر رو میذاره رو من یه دوستی دارم، اما با هم کار میکردیم توی کلاکت، مانی کارتمن. خب مثلا دور من کماکان فالوش میکنم و اینا. بعد بچه‌ها هم اون جمع خیلی با هم دیگه کار باحالی میکنن. یه چنل یوتیوب دارن، چوکو مدیا اگه اشتباه نکنم، چوکو یا چوکو مدیا نمیدونم. یه پادکستی داشتن ظاهرا، حالا یه پاز زدم بهش، همدست با سپهر و فرشید و سامان و اینا. من همه رو میبینم تو بیانست، همه رو فالو میکنم و نگاه میکنم و اینا. هر وقت فرصت بکنم مثلا یکی از ویدیوهاشون رو میبینم با سعید و اینا. خیلی ویدیوهای باحالی دارن واقعا، بعضیاشون خیلی مفیده، بعضیاشون خیلی سرگرم کننده است و اینا، هر چیزی. مانی قبل عید اومد، قبل عید بود، اول عید بود، همون حوالی بود، اومد یه ویدیو گذاشت توی چنل یوتیوب خودش. قبلا هم یه ذره رو چنلش کار کرده بود و همینجوری نشست جلوی دوربین حرف زد.
و خیلی من حال کردم، خیلی حال کردم. و من از اون روز هر روز ویدیو گذاشته مانی و من هر روز بلا استثنا دارم نگاه میکنم. خیلی هم حال میکنم، اصلا کیف میکنم، عشق میکنم صادقانه. و به نظرم خیلی کار باحالیه. حتما اگه یه روزی، من یه ذره آدمیم که نمیدونم چرا الکی دست و دلم نمیره به اینکه کامنت بذارم به خلق الله و اینا، ولی حتما یه روزی ببینمش اندازه کل این بارهایی که بعد کامنت میذاشتم و بهش انرژی میدادم بهش انرژی میدم و میگم دمت گرم و تشویقش میکنم که ادامه بده. به نظرم خیلی کار جذابیه که تو خودش هم مثلا یه آدمی مثل مانی که واقعا هم آدم هم مایندست جالبی داره، هم خوش صحبته، هم آدم فانیه و غیر و غیر. یا حسین افشاری مثلا چقدر ویدیوهاش باحاله، ولاگای خیلی خفنی میگیره و اینو. من واقعا حوصله حسین رو ندارم، یعنی حوصله‌ای که حسین داره رو ندارم. حسین که خیلی دوستش دارم واقعا، یعنی اون ویدیویی که حسین میذاره رو من عمرن بتونم با روتین، اون دیسیپلینی که اون بشر داره واقعا شگفت انگیزه. من نمیتونم صادقانه، نمیتونم که انتخابم نبوده دیگه، نمیدونم، نه یکی دو باری بهش فکر کردم و اصلا اینقدر برام ترسناک موضوع که نمیتونم برم سمتش، که مثلا با یک روتینی اونقدر قشنگ، اونقدر خفن تصویر بگیرم، اونقدر تمیز تدوین بکنم، موزیک بذارم و غیره و غیره. اونو من زورم نمیرسه، ولی اینو میتونم. الان دقیقا موقعیت اینه که من تو اتاق نشستم، اینجا چراغ مطالعه روشن کردم، اینجا گوشیمو گذاشتم روی یه استندی و دارم ویدیو میگیرم و همه مثلا بذار اینجا بود نشون بدم، یه مثلا تجهیزاتم و اینا همشون اونجا هستن و من هیچی استفاده نکردم، صفر واقعا. فقط این میکروفون رو دارم میذارم که صدا خوب باشه، چون آخر وقته و یه ذره دیگه چی میگن همچین صدام در نمیاد کامل. آره خلاصه اینجوریه ولی خب به نظرم باحاله. یه بار میام در مورد این صحبت میکنم اگر که ادامه بدم که چرا به نظرم این جنس کانتنت باحاله، چرا حداقل برای من خیلی خوشاینده و احتمالاً برای خیلی های دیگه. امیدوارم که خوب باشید و امروزم که مذاکرات بود و نفهمیدم اصلا چی شد، فقط فهمیدم تموم شد، دلارم یه ذره ارزون شد. همین، مراقبت کنید.